پروردگارا هر جایی که باشن همین فرزند آدم فرزند مسلمان پروردگار به مکانش بر بگرده عاقبت را بخیر امام بشه. آمین الله. بسم الله الرحمن الرحیم. گندش میومد سلاش تپ میغلطید من زنده اگر میرم اینجا هیچ نبود. برای آدمایی که در حواری میگردن بیشتر این جبر آمدنش یک ریسکه. اگر پاد بلش پا مردی. اینا پاد بلش پا میره اینم ته. خب سلام و درودی به پایان برادران گرامی، دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. برادران گرامی، خیلی که ما با شما وعده دادیم و شما در کامنتاری ها در زیر ویدیو نوشتید بودین که دهه چایرالی مرحمت این ما نزدیک آمدیم به دهه چایرالی. الان قرار داریم در سنگو در دریای سرخوب که عبور میکند از بین دهه چایرالی و تنابچی. دوستان عزیز، حتما ما را همراهی نمایید، ویدیو را تا آخر تماشا کنید. برادرانی که نو کانال ما را میبینند حتما ابونه شوید و در ویدیو ها لایک بذارید، زنگوله کانال را پخش کنید تا که توانید ویدیوهای نوی ما را تماشا کنید. این دهه تنابچی است. ما علاقه دهه تنابچی به نوار گرفته بودیم، گذاشتیم. خب این طرفی که میبینین دهه گلدره است. خیلی که میگویم دوستان عزیز، یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز، لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. باوری دارم که دریا را آبازیش همش وطن یاد کردگی. این هازی میریم بخیر هم دهایی که میبینیم دهه چایرالی میریم. دوستان عزیز، کانال ما در خدمت شما است و نوار میگیریم. رفتیم یک جا دوستان تماشا میکنیم.
برادران گرامی، ما نزدیک آمدیم به دهه چایرالی. نه از تک جر این همینقدر آب رفتیسته. آخیران آبی که ما میگذاریم بعد نصیب باشد. همین راهی که میبینیم همین راه برآمدن در کار، بعد به دهه چایرالی میرسیم. آمدن دهه چایرالی یعنی کار شوخی نیست. آب میگذاریم، کار میشویم نصیب باشه، بعد داخلی دهه میداریم. این هم یه را حاجی ما باید ببریم برادرها. این اینجا این همون راهی که باید ما برویم دوستان عزیز. این هم برای آدمایی که در حواری میگردن بیشتر این جبر آمدنش یک ریسک است. همینجا اگر پخواد بلش پا موردی. اینا پخواد بلش پا نیره اینم تا اینا نیمی کساله خری برامدی. این از دوستان گرامی ما ساق سلامت برآمدیم، دهه چایرالی رسیدیم. خب این برادران گرامی گندم هم با داره واشته بخشی کاشوکی در وقتی ساز بودنش استفاده نکردیم که کمی رکنیم. خب دوستان اینا نهار آغاز میکنیم که های چایرالی برآمد.
خب این بشکه‌ای که می‌بینید دوستان منبع ذخیره آب ای دریا через насос آب جمع میکنه و مردم از همینجا آب میگیرد. قشلاقه که من بوی چپاتی دارد قشلاقه که من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد از چوبی درختی به در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی دارد. آن کو که می نماید اندوهی من است ابری هوا خیالی اندوهی من است بارانی سریش میبرد بر وطنم بارانی سریش میبرد بر وطنم آن بار که میوزد بران آگی من است آگی من است وطنم جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم در کوچه خاکی این برادران گرامی این است میدان ورزشی مکتب این بینایی که نمایان است خیلی مکتب است. در حولی کودکی از دانه عشق من دانه توب می تکانم همه شب آه وطنم جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم نانشتهی من تراشکی دگی تو بود در ما بدی خوشکی من تگیرگی تو بود قشلاقه که من خطت نویسم همه عمر قشلاقه که من خطت نویسم همه عمر استادی ختم معلمی بکی تو بود بکی تو بود آه وطنم جان وطنم جان وطنم آب وطنم جان وطنم جان وطنم خروزی دوباره دیدنی معنایم بکشودنی قلفی خانگی تنهایم روزی که به دست مالکم تازه کنم روزی که به دست مالکم تازه کنم چون عینکی چشم شیشه درهایم آه وطنم
قشلاقکی من بوی چپاتی دارد قشلاقکی من بوی چپاتی دارد شیرینی شیرینی توتی دارد. این دعا بتیم بابا جان با به حد خوب میشود. الهی همین خیرت سفر عزت و پروریت سفر نیکتا قوت را بخیر ایمان به سلامت الله الله امانت عند الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله انت سبحانك انی کنت من الظالمین. الهی امین یاران مهربان یاد الهی امین هم پیر هم جوانان یاد الهی امین کردگارم به حق نوح نبی و جمال محمد عربی به مناجات آل عرش مجید به لب تشنگان حسین شهید نمیدانم صاحب خرج صاحب سفر چی مراده که مقصد داشته باشن پروردگار به مراد مقصد برسن. ساق رفته بودن با پروردگار سلامت بیان در هر جای باشن پروردگار سربلند باشد از خارج نکنه پروردگار به پیش پدر و مادرشان ساق سلامت بیان عاقبت ها بخیر ایمان به سلامت هر کی را مراد است مقصود است طلب حاجات حق تعالی از خزانه غیب برآورده خریان پروردگار را هر جایی که باشن همین فرزند آدم فرزند مسلمان پروردگار به مکانش بر بگرده عاقبت را بخیر ایمان بشه. آمین. الله اکبر. هزار رحمت کلام بابا جان. درخت نبود هیچ نبود. این درخت ای سال 58 59 شد. او بروالا نمی زمین رو پخته کردن اشور گفتنی یک رئیس بود قرچلق بده شنگوید اول در زمین دیدامی تنوچیده چی بود؟ چی نمیده؟ دیدام در درکتر مکتب یعنی دیدام بود. بعد وقتی سال 53 همون آدم همیشه رئیس کنن. بعد همی خدای تعالی تقدیر بده این همی آواره این همی آواره دو بولداز این همی کنال را دو تا ایس یک کپیره کلان خود بکنه با اونو جا بر کنال که ایتا اوتا این باید ها اونه توتای کو انا همون توتا هم کنال رفته گفته همیگه بالا همتا اوزنی با بالا این سنی با ها اونه لوای جر قطی همیگه دستان خرید دستان 50 کیلو زمین آوی بود خیلی این سال این درخت بی این بالا را بی همه درخت این همیگه 25,000 دانه توت بود این یعنی تا او تا ها لالای جر اینی باینده اونا توت کشید اونو جا 70 گیتر زمین در باقی اونا باقاش از نشونه کردم شفتالو و زردالو و بادام قوری بود. بابا جان امین نومی امین دهه ЧАЙРАЛИ یا ЧАРИ؟ جر علیش هم ازبکو وقتی ازبکی جر گفته زمین نمیگن جر ازبکو زمین نمیگن علی خم علی خم یعنی جر گفته همین خواهدی اگه تایی توسکی میگن ЧАЙРАЛИش میگن اگر نگی جر علی اصلا ازبکی همین قطعا وقت بگم میگن هم مدک دو میگم مسفید بسم الله الرحمن الرحیم گندش میومد سلا یعنی تپ میگلتیدم زنده اگر میرا هیچ نبود هیچ خدای تعالی ما بسرد یعنی آو این از وای با چند سال آو نیست. بابا جان آدمای همه قشلاق اول اگجا مگن اول ما ای خوالینگی اول ما مقصد شما بود دیگرم همین سرشوی همین اول قشلاق دا کیو مگه کی زندگی کردگی شما همین قشلاق ای خوالینگ خزانچی میگم بالای دنگره دگر دیده باش نمیدونی میدونیم اینجا را میدونیم میدونی خزانچی را شنیدم که مقصد انا که ما وقت در همونجا پدرمون در همونجا ایستادن چند سال ایستادن که ما را یاد نمیتون و برای که سال 38 اینا 83 میشم ما در همینجا تعلق شدم همینجا را ایستا میدونم انا که اوسا دیگه حاجی خدا میگم که یک معلم عملی ما تعلق چی رای ما 38 هم قطعی بعد با سال 61 رفتیم داشت اون اینستود نخون ما رفت 6 کس بود بگه ما شوفیر تمام که اومدیم همجا که مسلمان و امروی ما خیلی هشم موردی همجا بکس ما بابا جان خدا عمرتون 1000 ساله کنه درد ایتانتون دور کنه و احمد کلان سلامت باشین درازی اما گپ خیلی بسیار خوبه اشاره که به خوبی بیداره آدمی که نگهد که من تنت صحت باشه بسیار نتیجه خوب داره لیکن نه
اوشم با لحظه پرواز. آوا خدا تنت صحت باشه. نمیخوام که برای امروز بکشو بگم. آوا رضایی خدا باشه. این اینجا زلی ورزشی به دست است. برای جوانایی که ورزش دوست میدونن زلی ورزشی. از چوبی درختی بی در هر خانه گوهره سبزی ملکوتی دارد ملکوتی دارد آن کو که می نماید اندوهی من است ابری هوا خیالی اندوهی من است بارانی سریش میبرد بر وطنم بارانی سریش میبرد بر وطنم آن بار که میوزد بران آگی من است آگی من است وطنم جان وطنم جان وطنم غریب و بکسو تنهایم و چند در دل علم و غم دارم و چند در دل علم و غم دارم و چند مایود کدم و چما خندیدن اوی بچما مایود کدم و چما رگشتن اوی بچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما ستاره بلند اماه بلند ایو چایه ای دنیای ما دنیای فند ایو چایه خند و اصل و شیرینی در ده هزیو در ملکی غریب چویم بقند ایو چایه مایود کدم و چما خندیدن اوی بچما مایود کدم و چما رگشتن اوی بچه. خب آن همی آبی که میبینین همی حوضی که میبینین حسابی بارون ذخیره میگیرد ذخیره آبش حسابی بارونه. خب اینجا فقط مال گو آب مینوشن برای ذخیره آبی برای گو ماله. خب این راهی که میبینین این راه از طرفی دههای خوشقیامیه از طرفی دههای قشقیامیه از طرفی انمی مقصد که دههای جایرالی را یک طرف دههای قشقیای احاطه کردگی. خب از این طرف یک راه های پایانی دهها قطعی دههای غرولدی دههای غرولدی ای طرفی دیگر همین قشلاق ای طرفی دیدن سنگو ای او طرفی سنگو دههای گرداره تنوبچی و با کدومای خلاصه طرف تنوبچی و گردره احاطه کردگی دههای جایرالی را. خیلی دههای جایرالی شامل می شود در ناحیه تمورمالک سویتسکی پیشینه برادران. خب یک چیزی قزیقی همین دهه یک چیزی خاطرمانی همین دهه را عموما جالب شد و شما خاطر رسان کنم برادران گرامی که وقتی که در دیگر دهه ها فرق نداره ناحیه واسه ناحیه تمورمالک فقط
در چند سال پیش 5-6 سال پیش در دیگر جاها سویت کشی سر میشد دوستان عزیز. در اینجا یک تا استانسیای بعضی تلفن ها و استانسیای تلویزیونی های با همین خاطر در همین جا سویت ها کشته نمیشید. فقط همین دههای کوچک همین دههای خوردن بتوا چشم نگیر هم باشد با همین خاطر سویت همین دهها کشته نمیشید. من همین قدر خاصیت خوب داشت در هم پیش خیلی حاضر دیگه خدا را شکر که در دیگه دههانی سویتانی گفتی گفا که بوفیره فرایمونه و غیره. در دل علمو غم دارم و در دل علمو غم دارم. اینا دوستان عزیز زحمت های ما را نادیده نگیرین. نگاه کنین چه راه ها رفته استیم. شما حتما به خاطر زحمت های ما در کانال ما ابونه شین دوستان عزیز. در نواره های ما لایک بذارید و حتما زنگوله کانال را پخش کنین و به دیگران پهن کنین تا که دیگران نیز از کانال ما آگاه شوند. چلی که پیشترک با شما تعریف کردیم درباره استانسا. این همین خیلی همون استانسایی که گفتیم چند سال پیش که در دیگر دهه ها شهر ناحیه ها سویت موریم سویت کشی میشید. با خاطر این همین استانسیا در دهه چایرالی با فکرم که دیگه دهه های گرد و اطرافش هم سویت موریم میشید. فقط همین دهه چایرالی های بایدون فقط همین دهه چایرالی با خاطر همین استانسیا سویت کشته نمیشید. اومان که مثل شهر مایود کدم و چما خندیدن اوی بچما مایود کدم و چما رگشتن اوی بچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما مایود کدم لفظی شیرینی او چما مایود کدم مهر وفایی او چما در ملکی غریب جدا به خانوادت مایود کدم نانی تنوری او چما مایود کدم او چما خندیدن اوی بچما مایود کدم او چما رگشتن اوی بچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما های کردنی مولگو لوی چلی کوچما
این دوستان عزیز غیر از اونه که ما در دهه کشتکاری سبزوات یا که میوگی ها رو دیم، غیر از این با اینا زنبور پروری نیست. در این دهه اوج و رواج رونق داشته بوده است. مقصد که اصل انیم دوران اینا نگاه کنید. به هر دهه با برکت ایام وقت گفتم که همه دست سفید میمود، اینجا سفید بود. خب اینا زنبورای ژیوی نگاه کنیم پروازشون. این را کور نگیر نمیگزن ها؟ این سودگی نمیگزن کور. خب برادران گرامی، این به دهه جایرالی خیر خوش میکنیم. خمیده رفته استیم ای دهه جایرالی. دوستان حتما زحمت های ما رو به این نوبت بگیرین و در کانال آبونه شدن، در ویدیوها لایک گذاشتن از خاطر نبرارید. تا قدر امکان خواستهای شما رو ما نیز اجرا میکنیم.